بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پاک خداوند متعال. یکی از موضوعهای دیگری که امروز مورد بحث قرار میدیم عبارت است از آمنت بالله ها که ایمان با خداوند است. آمنت بالله را به دو شکل داریم که یکی به شکل ایمان مجمل است و یکی هم به شکل ایمان مفصل که از او جمله در این ویدیو میخوانیم ایمان مفصل. ایمان مفصل همونطور که از نامش معلوم است، مفصل یعنی تفصیل شده، تشریح داده شده، ایمانی که به او چند چیز تفصیل شده و یاد شده. ایمان مفصل عبارت است از بسم الله الرحمن الرحیم آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. یک دفعه دیگر آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. در ایمان مفصل ما به چند چیزی که ذکر کردیم میگیم که ایمان داریم. او چند چیز چیست؟ ترجمهش میکنیم آمنت بالله یعنی من ایمان آوردم به خداوند، و ملائکته و به ملائکه ها، و کتبه و به 4 کتاب آسمانی هم ایمان آوردم، و رسوله. یکی از چیزهای دیگه که یک مسلمان ایمان می آورد بهش عبارت است از رسول که جمع رسول می باشد و پیامبران میگه، یعنی من به رسول ها هم ایمان آوردم. و الیوم الاخر و به روز آخرت هم ایمان دارم. والقدر خیره و شره و به قدر و به اندازه خیر و شر من الله تعالی که از سوی الله متعال است. والبعث بعد الموت و پس زنده شدن بعد از مرگ هم ایمان دارم. در ایمان مفصل ما ایمان میگیم یا میگیم اقرار میکنیم به 7 چیزی که ذکر کردیم در ای که ایمان داریم. تشکر. team.online ستاسو د خوښ زده کړې ستاسو په خپل کور کې